خراب. آخه چقدر من باید آشغال جمع کنم مگه میشه؟ آخه این آشغالا هم دادش جوریدن دیگه. امروز یه ذره دیر پا شدم پول پیدا نکردم، الان گرسنگی دارم میمیرم. بذار بریم اینجا من یه سوالی این آقا بپرسم ببینم پولی چیزی داره بهمون بده. بیا برو الان تو هم میزنی ما رو زیر میکنی تو این اوضاع. بذار ببینم این پول داره. داداش چطوری؟ یعنیم دادم آقا یه پول داری به من بدی؟ یه خورده پول میخوام. نه قربونت ها؟ ندارم. خب ببین باید بریم پیش حکمت طلا. اوه آره کجا میتونم پیداش کنم حشمتو؟ چند تا خیابون پایین دره، باید بری اونجا پیداش کنی. اوکی دمت گرم داداش، دمت گرم. بچه ها گفت حشمت میتونیم پول بگیریم. گفت چند تا خیابون بالاتر میتونی پیداش کنی. برو بریم ببینم حشمت کیه؟ حشمت تو لس سانتوس. حشمت اسم قطع بود داداش. بچه ها باید به دنبال حشمت بگردیم. حشمت تو کجایی؟ حشمت کجاست حشمت بچه ها؟ بذار اینا بپرسم. اینا آتش نشانم باید بدونن دیگه، بچه این محلم باید بدونن حشمت کیه اینجا. ای داداش چطوری؟ سلام علیکم. آقا حشمت میشناسی؟ بله خودمم. جونم امرتون. خودتی؟ بله. چه خبر؟ خوبی؟ قربونت جونم. آقا یه سوال، یکی منو فرستاده بعد گفته که میتونم بیام از شما پول بگیرم. غلط کرده، باید بری یه جا برام یه دزدی کنی. خب آره باید بری یه دزدی کنی یه پارکینگ بغل اداره آقا پلیسه. دستت درد نکنه، دمت گرم. آره یه دزدی کن دمت از گرم. خجالت در میاد. مرسی قربونت. خداحافظ. بچه برگو باید بریم بچه ها براش یه دزدی باید بکنیم. بچه ها باید بریم یه دزدی بکنیم براش. خب بچه ها من یه ماشین میدوزم، مجبورم جدی دیگه. روشن کن بریم. یه ماشین میدوزم مجبورم. برو بریم. خب آقا بریم ببینیم این چیزی که گفتش توی پشت اداره پلیس گفت پارک شده. آره گفت پشت اداره پلیس پارک شده. اوه بچه وای چی کار باید کنیم ما؟ سو بریم ببینیم چیه. چی نگیرنمون. وای بچه ها بخیر گذشت حاجی. با اون ماشینه که دزدیده بودم یه جا پلیس ها انداختن دنبالم، مجبور شدم ماشین رو ول کنم برم. طرف گفته بود بغل اداره پلیس تو این پارکینگ است، احتمالا اینجا باشه. داداش ایسکامونو گرفتی؟ چیزی نیست. ها اوه عجب ماشینی. اوه صدا پلیس میاد بچه ها. وای پلیس ها اونور درگیرن. حاجی چه رایی میره ماشین برگا. بچه ها ماشین رو ببین، نه به اون که پای پیاده میچرخیدیم نه به این که بریم بچه ها دم چی؟ دم آتش نشانی ببینیم. خب بچه ها بالاخره پیدا کردم. حشمت وایساده اینجا. ماشینش بدون هیچ خط و خشی. تقدیم بر شما. چاکرم آقای حشمت گل. آقا اینم مأموریتی که خواستی انجام شد. دست درد نکنه. ببینیم ماشینی خب من ازم دزدیده بودن. خب آره این پولم خدمت شما.
خب چی شد؟ بابا گذاشتم تو جیبت دیگه. اوه میگه گذاشتم تو جیب. چی پولو نگاه، پولو نگاه زیاده هنگ کردی. آقا دمت گرم، مرسی. قربانت پولو نگاه چقدر بهم پول داد. برگام حاجی. خب بچه من با این پول چیکار کنم؟ به 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 به، عجب ویلایی خریدم. بچه دمتون گرم آقا، مرسی که دیدین. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این قسمت. باز دوباره خواستید توی کامنت ها حتما بنویسید، براتون حتما میذارم. لایک و کامنت این ویدیو هم یادتون نره. عشقید تا پارتای دیگه همه چیه دیگه. خداحافظ. خونه خریدم، ماشین خریدم، یه دست کت شلوار شیکم گرفتم و خاک بادتونم. عشقید، خداحافظ.